سلام دوستان، به کانال منتالیست خوش اومدید. یکی از موضوعات جالب و محبوب در دنیای ماورا و طبیعی و متافیزیک چشم سوم. در این ویدیو قصد داریم به موضوعی که کمتر به اون پرداخته شده، یعنی خطرات باز شدن چشم سوم بپردازیم. محققین و کارشناسان علوم غریبه و متافیزیک معتقد هستند که چشم سوم پل ارتباطی بعد دنیوی و بعد معنوی زندگی. با باز شدن چشم سوم ما میتونیم بینش بهتری نسبت به اطراف و آینده خودمون داشته باشیم. همه انسان ها بدون استثنا چشم سوم رو دارن، اما بعضی افراد استعداد ذاتی در این زمینه داشته و بعضی هم نیاز به تمرین برای دسترسی به قدرت چشم سوم دارن. اما باز شدن چشم سوم خطراتی هم میتونه به همراه داشته باشه. این خطرات میتونن روال عادی زندگی شما رو مختل کنه و زندگی شما رو برای همیشه تغییر بده. اولین خطری که باز شدن چشم سوم داره نامتعادل شدن چاکراهای بدن. اگه شما قبل از فعالسازی همه چاکراها تمرینات باز کردن چشم سوم رو شروع کنید، یک سری عوارض جسمانی رو مشاهده میکنید. این عوارض شامل مواردی از قبیل سردردهای مشابه سردردهای میگرنی، حساسیت به نور، تغییراتی در عادتهای غذایی و دیدن هاله‌ای از نور میشه. این عوارض شایع‌ترین عوارض جسمانی در بین کسانی بودند که بدون فعالسازی چاکراهای بدن اقدام به بازگشایی چشم سوم کردند. اما خطر اصلی که باز شدن چشم سوم میتونه شما رو تهدید کنه دیدن موجودات عجیب و غریبه. این موجودات همون اجنه و موجودات مشابه اونها که در یک ویدیو به صورت کامل به بررسی نژادهای اونها میپردازیم. اما چرا با باز شدن چشم سوم ما ممکنه با این موجودات برخورد کنیم؟ علت این موضوع اینه که با باز شدن چشم سوم پرده بین ما و بعد چهارم از بین میره و ما میتونیم موجوداتی که در بعد چهارم وجود دارن و زندگی میکنن رو ببینیم. این موجودات هم میتونن بیازار باشن و هم میتونن شما رو اذیت کنن. شما با اتصال به بعد چهارم امکان برقراری با این موجودات رو به دست میارید، اما ارتباط با اونها کار آسونی نیست. و اگه فردی که اطلاعات کافی در این زمینه نداره اقدام به ارتباط با اونها بکنه، ممکنه این موجودات اقدام به آزار و اذیت اون فرد بکنه. نکته جالبی که درباره این موجودات وجود داره اینه که این موجودات با اطرافیان و خانواده فرد هیچ کاری نداره و فقط همون فرد درگیر خطرات ناشی از ارتباط با این موجودات میشه. پس اگه همچنان علاقه زیادی دارین تا با باز شدن چشم سوم اقدام کنید، پیشنهاد میکنم قبلش حتما با فردی که قبلا این کار رو تجربه کرده مشورت کنید، چرا که بازگشتن از این راه کار بسیار دشواریه. اگه دوست دارید اطلاعات بیشتری رو از دنیای ماوراءالطبیعه و متافیزیک با شما به اشتراک بذاریم، لطفاً کانال منتالیست رو سابسکرایب کنید. ممنون از همراهی شما.